با درود بر شما بینندگان عزیز، از صدای PPC در خدمت شما هستم و در این لحظه که ساعتهای عصر دیروزم بود که ما اولین خبرها رو به ما مخابره کرد. خب ما تو رفیق آشنا زیاد داریم، خبرها رو مستقیم به ما مخابره میکنن و تا این لحظه و تا این ساعت خبرهای بسیار ستانقیزی رو به من رسوندن که از خبرهای موجودی که ستانقیز داره که زیادی که به من فرستادن خبرگزاری های رسمی که با هم پیمان هستیم، دوست هستیم، آشنا هستیم مخابره شد که البته بعضیش تکذیب شده بود و من خوشحال شده بودم، شروع کردم به خوشحال بودن و اینا که دیگه بعضی که تکذیب شد، اما الان دیگه خبر رو دادن. خبر الان به دست من رسید که ما مطمئنم که دیگه بالگرد سقوط کرد و دیگه در این سقوط هیچ کس زنده نبود و اربابمونم رفت، اونم سقوط کرد. چه سقوطی، مقاومت سخت و سقوط سخت که به قول این انگلیسی هایی که من در خدمتشون هستم بهش گفتن هارد کرش، یعنی بدجور کرش کرد که از مستقیما دماغ به پایین اومد. آره والا من خیلی خسته گفتم بیا به این خبر رو بهتون برسونم. دیگه خیلی خدمتتون هستیم تا فردا در خبرهای دیگر. چه حالی دارم. تکذیب شده بود رو خوشحال شده بود. 2 ساعته از دیروز هم بود. چه خبر ستانقیز بود، به خود بالا پایی بدیم اما دیگه نه، خبر رو رسوندم بهمون. آره والا دیگه هیچی.